وقتی میخوای از عربا چیزی درخواست بکنی از این سه تا اصطلاح استفاده کن. مورد اول ممکن تعطيني النظارات؟ تفضل. شکرا. حبيبي. ممکن مذکر مؤنث هم نداره، فقط نکتهش اینه که بعد از کلمه ممکن باید از فعل مضارع استفاده کنید. ممکن تعطینی میشه بهم بدی، ممکن تجی، ممکن تروح، فعل مضارع. مورد دوم شبیه به همون مورد اوله. يصير تعطيني الباكيت البنفسجي؟ تفضل. شكرا رحم الله والديك. يصير دقیقاً مشابه ممکن مذکر مؤنث نداره، فعل بعدیش حالت مضارع استفاده میشه. ممکن تعطيني، ممکن تروح. حالا اینجا يصير تنطيني، يصير تروح. و مورد سوم استماع لو سمحت. شكرا. فقط کافیه اون کلمه اولیه رو بگم و ادامهش لو سمحت رو اضافه کنم. استماع لو سمحت. گلاس مای لو سمحت. یه لیوان آب لطفا. گرفتین چی شد؟ ممکن، یصیر و لو سمحت. حالا فارغ از همه اینا اگه میخواین خیلی راحت درباره روزمره خودتون تعریف کنید، اصلا داستان تعریف بکنید، یه تکنیک خیلی ساده داره. همین الان کلمه داستان این پایین واسم بفرستید تا مسیرش رو بهتون یاد بدم.